راجع به خونه است. خونه برای هر کس یک جور تعریف میشه. برای یک نفر میتونه یک مکان باشه، برای یک نفر یک شخص باشه و برای یک نفر حتی یک حس باشه. برای من خونه توی 2 کلمه خلاصه میشه: آغوش خانواده‌ام و جایی که توش امنیت دارم. خیلی سخت پیش میاد که من توی جای احساس امنیت بکنم، چون تایمی که ایران بودم همیشه استرس داشتم و با اینکه کنار خانواده‌ام بودم و با ارزش ترین چیز برای من کنار خانواده بودنه، هیچ وقت اون حس امنیت رو نداشتم و همیشه دنبال خونه بودم و همیشه برام سوال بود که خونه آدم کجاست؟ خونه من کجاست؟ من کی میتونم خونم رو پیدا بکنم؟ تا یه اتفاق رخ داد و من خیلی ناگهانی اومدم ترکیه و این خونه شد نقطه امن زندگی من. با اینکه این خونه کامل نیستش و از اونجایی که من آدم کمالگرایی هستم، دوست دارم یه چیز پرفکت باشه و بعد به نمایشش بذارم. می‌خواستم این خونه کامل تموم بشه، هر جوری که دوست دارم کاملش بکنم، دیزاینش بکنم و بعد بهتون نشونش بدم. ولی به خودم فکر کردم و گفتم که باید با این کمالگری مقابله بکنم و این رو فراموش نکنم که من دانشجوام و نسبت به چند ماهی که اینجا بودم، نسبت 10 ماهی که توی این خونه بودم، تونستم این خونه رو به یه حدی برسونم که به شما نشونش بدم. پس تصمیم گرفتم پا بذارم روی کمالگراییم و این خونه رو تا اینجا بهتون نشون بدم. بریم که خونه رو با هم ببینیم. خب بچه‌ها، اینجا قسمتی که وقتی وارد خونه میشین، اولین جایی که میبینین که شامل یک مبل میشه که ما این مبل رو نخریدیم، جزو معدود چیزایی بود که اینجا بود و نگهش داشتیم، چون مبل اینجا خیلی گرونه. مثلا یه دونه مبل 30,000 لیره. ما نمیخواستیم مثلا بچه دارن خودشونو ما نمیخواستیم یه مبل بخریم و 30,000 لیره پولش رو بدیم. گفتیم اینو نگه داریم. اینو نگه داشتیم، گذاشتیم اینجا مثلا برای چیل کردن و کتاب خوندن و اینه که کنج داریم. کنج تو خونمون داریم که این کارا اینجا میکنیم و یه دونه آباژور اینجا هست. بچه‌ها، من عاشق آباژورم. یعنی هر جا که میرفتیم قبل اینکه آباژور بخریم، من آباژور رو می‌دیدم گفتم خوشحالش چقدر آدمای خوشبختن این آباژور دارن. و به نظرم این لایت‌های کوچیک توی خونه خیلی قشنگ کرده که یه دونه لامپ روشن بکنی. مثلا من ترجیح میدم 4-5 تا آباژور توی خونه باشه و اونها رو روشن کنم. من کلا آباژور خیلی دوست دارم. و این میزا مشکی نبود بچه‌ها. این میزا رنگ چوب بود که حالا میذارم ویدیوشو ببینین قبل از من. و من اصلا از رنگش خوشم نمیومد. بعد اون روز شغلت گفتم که شاید یه کاری بکنیم. ما چیکار کنیم؟ گفتم بیا میزامون رو رنگ کنیم. رفتیم رنگ خریدیم و اینا رو خودمون مشکی کردیم. فقط میزمون؟ جان؟ فقط این میزمون و میز ناهارخوریم که میز ناهارخوری؟ میز ناهارخوری چیه؟ میزمون و میز تلویزیونمون رو رنگ کردیم که الان بهتون نشون میدم بقیه‌شو. خونه‌مونه که من خیلی دوستش دارم به خاطر این درختی که اینجا هست. خیلی بهم حس خوبی میده و همسایه‌مون هم خیلی آدمای جالبی ان. همسایه روبرویمون این نقاشه که همیشه یه دونه بوم میذاره دم پنجره، شروع میکنه نقاشی کشیدن. ما گاهن نگاهشون میکنیم و این نمای کلی خونه است که شما به احتمال زیاد بیشترین چیزی که دیده باشین از خونه این قسمت خونه است. میز اینجا بخوام شروع بکنم، یه دونه آباژور روشه که همونطور که گفتم من عاشق آباژورم. پس یه آباژورم گذاشتیم روی میز. اون تاریخ خیلی برای من جذابه، یه تاریخ میزیه و یه اسکلاتی که جا دستمالی مونه ولی دستمالش تموم شده الان خالیه. این قسمت خونه که ما همیشه اینجا میشینیم شامل 2 تا از بچه‌های من میشه. یکیش میوزه، همین که دارین میبینیم، از ایران آوردمش، خیلی دوستش دارم. یه دونه همین دایناسور کوچولومونه که اسمش دبوه و اولین چیزیه که برای خونه گرفتیم. خدا مامان. وای بچه‌ها، من خیلی دوست دارم این قسمت خونه پر از گل بشه ولی اصلا نمیشیم گل نگه داریم و گلمون همه‌شون جوری زرد میشه. نمیدونم دلیلش چیه. مثلا یه گل نگرفتیم، کلا 4-5 تا گل گرفتیم. اسم این گل افسونه. اسم اون گلو یادم رفته، اسم اون بچه‌مون یادم نیست چیه، ولی همه اینا اسم دارن. این
اینه که میبینین شمه. اینا جا روغنی نمیگن، چی میگن؟ جا زیتونی بوده، اسمشون هم چیه دقیقا. ولی ما روشون شم گذاشتیم و شبا اینجا شم روشن میکنیم. خب این 4 تا، البته 4 تا نیست، این 3 تا تابلو داستانشون چیه؟ تابلو قرمز کاملا معلومه، من عاشق چشمم و بخاطر همون رو انتخاب کردیم. اون پیشی هم کاملا دلیلش مشخصه، چون عاشق پیشی هم هستیم. یکی دیگه از انتخابمون پیشیه بود. و این موزه چی میگه؟ Grim Nana, you must wait, you must be patient. و اینو واسه خودم گرفتم، چون اونجا که من به شدت آدم کپ صبریم، اینو گرفتم که هر بار میبینم و یادم بمونه، برای اینکه زرد شم بعد صبوری کنم. ما انتخاب کردیم خیلی بزرگه. ما تا الان بضاعت پر کردن این بر خونه رو داشتیم و این قسمت خونه خالی مونده. صرفا یه دونه میز ناهارخوری برای اینجا گرفتیم که همه کارامون رو روی میکنیم و بقیه خونه همونطور که میبینید خالیه و هنوز بودجه پر کردن این قسمت خونه رو نداریم. و اینجا هم یه دونه راک هست که راک مورد علاقه‌مه که از ایران با خودم آوردم و همونطور که میبینید دوباره طرح چشمه و میتونم بگم یکی از مورد علاقه ترین چیزام توی این خونه است و واقعا عاشقشم. و این پارت خونه که میره به آشپزخونه و اتاقها. اینجا آشپزخونه ماست. یکم بجا آشپزخونه‌مون بگو ببینم چه حسی داری نسبت به آشپزخونه‌مون؟ احساس گرفتگی. ها دیگه احساس خفه بودن. سر پنجره اینجا باشه، سر دیوار رو خراب کنم، به بیرون راه پیدا کنم، ولی هر خونه‌ای بالاخره یه باگی داره. آره و متاسفانه باگ این خونه ما آشپزخونه‌شه، چون خیلی تاریکه و به نظر من هر که نور بهش بتابه خیلی قشنگ‌تر و حس بهتری داره. اتاق آشپزخونه‌مون نورش کمه. آره. درستش می‌کنیم. ما خیلی توی آشپزخونه تایم نمیگذرونیم. فقط محض زنده مانده. ظرفا رو میشوریم بیشتر. واسه همین کار خاصی با آشپزخونه نکردیم و همینی که میبینید. از آشپزخونه زود میگذرم چون چیزی نداره که بهتون نشون بدم. اینجا میرسیم به یک کمد دیواری که ما اکسسوریامون رو توش گذاشتیم. اینجا اکسسوریامونه و اینجا عینکامونه. این اتاقی که میبینید اتاق شقایق دیگه، من واردش نمیشم چون بالاخره حریم شخصیشه. و اینجا میرسیم به اتاق من. میرسیم به اتاق من. این بک‌دراپ قطعا براتون آشناه، چون توی ایران هم اینو داشتم. بچه‌ای که خیلی تایم طولانی فالوم دارن قطعا این بک‌دراپ رو دیدن. این تختمه که 2 تا رنگ رو برای روش انتخاب کردم. اینو تازه گرفتم بچه‌ها، انقدر لباسام جاش کمه. یه دونه اسم اینو چیه؟ یه دونه چوب رختی گرفتم که یه سری لباسا رو اینجا آویزون کنم. و لباس چرکام، من عادت دارم هر بار که لباسا میپوشم بنازم شسته بشه، واسه همین همیشه انقدر لباس چرک دارم. این قسمت اتاق که وارد میشی همچین، نمیدونم به اینجا چی میگم، بالکونه چیه، بالکون داره که هر دو طرفش جا برای لباسه. اونجا که من خیلی جا کم دارم حتی لباسامو اینجا هم گذاشتم، اینا پره. لباسامو اینجا هم گذاشتم، ببخشید البته اگه نامرتبه، این مرتب ترین ورژنه اینجا. و این سمت دوباره بقیه لباسامه، اینا شلوارامه، اینا یه سری بافته، اینا یه سری پالتو بلنده، اونا دوباره یه سری خنزر پنزره، همش لباس دیگه. و جا کم دارم هنوزم. از اینجا که بگذاریم ویو این ور خونه چیز خاصی نیست برای سری خونه، ولی
این ورش رو خیلی دوست دارم، خانومی هم بود. این ورش خیلی نازه، ولی نور خونم، نور اتاقم کلا خیلی بده و واسه همین من اصلا توی اتاقم تایم نمیگذرونم اصلا، چون خیلی حس بدی بهم میده. کلا من جای پرنور دوستم، با اتاقم به نظرم خیلی نورش کمه. و یکی دلیلی که کلا سعی نمی‌کنم اتاق خشک کنم هم همینه، اینجوریه که دوستش ندارم دیگه، نورش کمه و هیچ کاری براش نمی‌کنم و همینجوری مونده و صرفا برای خواب میام اینجا. پشت درم کیفامو زدم چون جای دیگه ای ندارم بذارمشون. اینجوری میز آرایشه که بعد یه دونه صندلی توری براش بگیرم. البته من اینجا آرایش نمی‌کنم، ولی برای اینکه خوشگل بشه باید صندلی توری براش بگیرم. اینجا مابقی کیفامه. و راجع به این تخت الان میشنم راجع به این تخت براتون تعریف میکنم که جریانش چیه. تا اینکه من این تخت رو خریدم، تخته یه زمین نبود، خب پایه داشت. بعد یه بار من اومدم، من کلا که آدم هیجانی ام، این شکلی ام، یه بار اومدم روی تخت بشینم، اینجوری اومدم بشینم روی تخت و دیدم یه طرف تخت شکست، یه طرف تخت شکست و نتونستیم درستش بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم که اون ور تختم بشکنیم، هر دو طرفش رو شکوندیم و از این تختایی که رو زمین شد و بعد نشد. اتفاقا از قبلش قشنگتر شد، ولی مامانم اعتقاد داره که خیلی مزخرف شده، ولی خب این چیزی که هست. حالا چیزی که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که همونطور که گفتم من چون نور اتاقم خیلی کمه و این طرف اتاقم کلا چون دیدی داره چیز زدن، از این طلقای مات زدن و همین باعث میشه دیگه اصلا نور وارد اتاقم نشه و من اصلا نمیتونم تو اتاقم تایم بگذرونم. خیلی خفگی بهم دست میده، یعنی فقط برای لباس عوض کردن و خواب میام اینجا. من میخوام بدونم که به نظرتون چه کار میتونم بکنم برای اتاق که حس بهتری بهم بده، بیشتر بتونم تایم بگذرونم، نورش رو بیشتر بکنم. اگر ایده‌ای دارین حتما بهم بگین، چون اصلا چیزی به ذهنم برای این اتاق نمیرسه. همونقدر که اتاق ایرانم رو دوست داشتم اینجا رو دوست ندارم. ولی خب اب نداره دیگه، بالاخره به قول گفتنی نمیشه همه چی رو با هم داشت. خر و خرما رو با هم داشت. خود خونه رو دوست داریم، محلش رو دوست داریم، محیطش رو دوست داریم، ولی خب یه سری باگا هم داره. بریم که حموم و دستشویی بهتون نشون بدم و تموم شه خونه. نور اینجا خیلی خوبه. حالا پارکی که توی دستشویی هممون دوست دارم، پارکیه که عکس شقایق زده شده روی دستشوییمون و الان میخوام سورپرایزتون بکنم با عکس شقایق. تادا! من از دست این چیکار کنم؟ خدایی خیلی شبیه میشه. بیا بشین اینجا. بیا بشین. چرا؟ بشین. چرا؟ بشین. فهمی. وایسا. شباهت. شبیه منه. اونجوری کن، اونجوری کن. دستاتو اونجوری بگیر. یا ابوالفضل خیلی شبیه. آره خلاصه که من وقتی که این تابلو رو دیدم پنیک کرده بودم از میزان شباهتش به شقایق و اینجا بودم که شقایق بعد یه عکس از تو دستشویی باشه. اینو سریع گرفتیم و زدیم اینجا و من هر بار دارم دستشویی میکنم یاد شقایق. آره خاطر پارت مورد علاقه‌ام از دستشویی همین عکس شقایق توی دستشویی. چیز خاصی دیگه ای نداره دستشویی که بهتون نشون بدم. اینجام که خودت نشون بده. هر چیز سبزی قشنگه و واسه همین ما کل خونم رو داریم سبز می‌کنیم، چند تا خودمون هم سبز می‌کنیم. وای بچه‌ها ولی کلا این سینک به اینا میگن، هم سینک دستشویی دیگه، روشویی دستشویی مشکیش خیلی بده. الان می‌بینین لکه، ما اینا رو فکر کنم هر بار تمیز می‌کنیم پاک نمیشه و همیشه این شکلیه و انگار کثیفه. من وقتی رسیدم دیدم که واه چقدر خوبه مشکی و اینا، ولی اصلا خوب نیستش و انگار کثیفه همیشه و پاک نمیشه. اینم از دستشویی حموممون. یه همین خونه رو نشون دادیم کاره. بریم برای سخنهای نهایی. بچه‌ها نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم، ولی حرفی که میخوام بزنم اینه که نسبت به داشته هاتون قدردان باشین و مطمئنم که شما خودتون رو با بقیه مقایسه میکنین و همیشه میخواین بهتر باشین و این شاید باعث بشه که فراموش بکنید چه چیزهایی دارین و چه چیزهایی رو به دست آوردین که شاید سالها پیش آرزوشو داشتین. من با اینکه این خونه اصلا قابل مقایسه با خونه‌های خفنی نیستش که حتما شماها دیدین، خودمون دیدیم، ولی برای من با ارزش ترین چیزیه که دارم، چون جزء به جزءش با زحمت خریداری شده، با عشق خریداری شده و خیلی دوست داشتم که یه ویدیو از
این خونه توی یوتیوبم باشه به عنوان یادگاری برای خودم که بعد از 10 سال که نگاه میکنم بگم اولین خونه‌ای که سعی کردم خودم بسازم گرفت. اولین خونه‌ای که سعی کردم خودم بسازمش اینجا بود و معلوم نیستش که آینده قراره چی پیش رومون بذاره. این اولین قدمم برای مستقل شدن بود، اولین قدمم برای درست کردن خونه‌ای که دوستش دارم بود و امیدوارم که هر بار بهتر و بهتر بشه. مرسی که ویدیو رو دیدین. اگر نظری دارین راجع به خونه حتما برام بنویسین، چون خیلی دوست دارم نظرتون بدونم چیکار بکنم که خونه بهتر شه. این داستان مخصوصا قسمت اتاقم چون واقعا آسیم از دستش. و اینکه همین love you all تا دنیای مکعبی دیگه. بدرود.